خب سلام، بریم سراغ اراسموس موندوس ببینیم که داستان اراسموس موندوس به چه صورت هست. اراسموس موندوس جوین مسترز پروگرامز، وقتی این تایتل رو میزنید توی گوگل شما باید در واقع وارد سایتی بشی که مال خود اراسموس هست، اراسموس پلاس اصطلاحاً، که اراسموس موندوس خودش یکی از زیر مجموعه هاش محسوب میشه. خب روی این سایت یادت باشه اراسموس موندوس جوین مسترز استودنتس اراسموس پلاس که مال سایت اراسموس پلاس هست، کلیک کن و بیا اینجا. کل داستان اینجا اتفاق میفته. اول من یه سری توضیحات رو راجع به اراسموس موندوس جوین مستر میدم که اساساً چی هست و بعدش میریم یه خورده از نزدیک روی یکی از پروگرام ها کار کنیم ببینیم چیه. طبق همین توضیحاتی که داخل خود همین صفحه شما داری میبینی عملاً یه تصویر خیلی جامع و خوبی میده که خب اراسموس موندوس بخش مربوط به جوین مسترش یه برنامه‌ای هست که برای تقریبا همه دانشجویان از سر تا سر دنیا، برای بچه‌های ایران هم در واقع در دسترس هست. مال اتحادیه اروپاست، فول اسکالرشیپ هست و در واقع امکانات مختلفی رو تو رشته‌های مختلف میده. اینکه چجوری باید برای این اپلای کرد معمولاً به این صورت هستش که بچه‌های بین‌الملل یه سری برنامه‌ها براشون تعریف شده، برنامه‌های مشخصی و پروگرام‌هایی که حالا حدوداً میشه گفت الان در حال حاضر 230 و خورده رسیده این تعداد برنامه‌ها، و اینکه توی 3 تا دانشگاه شما قرار هست که توی 3 تا کشور متفاوت شما قرار است تحصیل دوره مسترتون رو انجام بدید که اینا در واقع پارتنرها محسوب میشن و شامل همونجوری که میبینی یه دوره تحصیلی هست، یعنی یه سری کورس‌ها رو میگذرونی، ریسرچ داره، ترینشیپ داره و در نهایت تز هم داره و دفاع میکنی و خارج میشی. خود اسکالرشیپ شامل چه مواردی میشه؟ خب تراول، یعنی همون بحث در واقع سفر شما از ایران به حالا کشور مبدأ که شروع تحصیلت هست، بحث هزینه های ویزا و بحث الاونس یا همون هزینه های کمک هزینه زندگی استایپند که شامل اینا میشه. و حالا جلوتر میگه که تقریبا چیزی بین از 1100 تا مینیمم هست و ماکسیموم 1400 تا، حالا برمیگرده به اون پروگرامت. و طول دوره خب میگه 1 ساله هست تا 2 ساله که حالا یا ممکنه که 60 واحد باشه، 90 باشه، 120 واحد باشه. پروگرام ها همونجوری گفتم با هم متفاوته. ECTS دیگه. ECTS هم اگه احتمالا نمیدونی نوع واحد بندی واحدهای درسی دانشگاهی در اروپا هست که اگه بخوام تصویری بدم، وقتی مثلا میگه 120 واحدی مستر طول میکشه و باید بگذرونی، یه چیزی تقریبا میشه 60-65 واحد ایران خودمون. یعنی شما اینو تقریبا میتونی نصف کنی، در میاد که چه تعداد واحدی رو میگذرونی. نوع دیگری که به شما داده میشه یا حالا یه جوین دیگری یا مالتیپل دیگریز هست که معنیش به اینه که به حال شما حداقل توی 2 و به صورت نرمال توی 3 تا دانشگاه تحصیل میکنی. پس اون مدرک و سرتیفیکیتی هم که شما قرار هست بگیری برای شما صادر میشه، در واقع اسم همه اون اینستیتوشنی که شما توش تحصیل کردید، اون دانشگاهی توش تحصیل کردید توش هست. و حالا یه حالتش هم مالتی دیگریز هست، یعنی جداگونه برای شما صادر میکنه هر کدوم از دانشگاه ها. حالا این بحثای به نظر من فعلا حاشیه‌ای هست. این که چجوری و معذرت میخوام چه زمانی باید اپلای بکنی و when to applyش، از معمولا اکثر پروگرام ها شروعشون از اکتبر هست، فاینالی تا جنیوری، یعنی در واقع میشه گفت از آذر ماه، از آبان ماه میشه تقریبا گفت تا حالا میشه گفت آخرای دی دیگه، و شاید حتی بعضیاشون تا اوایل بهمن هم باشه. از طرف دیگه این سوال هست که خب ما چی لازم داریم برای اینکه اپلای بکنیم؟ حداقل چیز یه دونه بچلر دیگری هست، یعنی مدرک لیسانس نیاز داری. البته تو میتونی سال آخر تحصیلیت هم باشی تو مقطع لیسانس. و اینکه تا قبل از شروع برنامه مستر شما فارغ التحصیل بشی. یعنی اگر احتمالاً شما مثلا فرض کن ترم آخر تحصیلیت هست یا سال آخر تحصیلیت هست، یه جوری باید باشه که زمانی که تحصیلت قراره توی اون سمستر بعدی توی اون کشور شروع بشه، تو باید فارغ التحصیل شده باشی. و یه سری مدارک هم میخواد که حالا در واقع جلوتر به شما خواهم گفت و میبینیم. اصلا
این که این مواردم ولش کنیم، این موارد مربوط میشه به خود اینستیتوشن ها که حالا کیا میخوان علاقه‌مندن، دانشگاهی که میخوان مشارکت کنن، پارتنر باشن و چیزهای دیگه. ولی برگردیم به بالا. ببین خب اولین سوال، اوکی ما داریم راجع به 230 خورده پروگرام صحبت میکنیم که میشه اپلای کردی. خب کجاست اینا؟ بیا اینجا ببین search the course catalog. ببین این صفحه در واقع صفحه‌ایه که تو خیلی باش کار داری. وقتی میای اینجا باز میبینی که یه سری توضیحات اولیه رو داده. این اصطلاحاً بهش میگیم کاتالوگ اراسموس موندوس اینجاست. یعنی تمام پروگرام هایی که توی هر سال توی اراسموس موندوس در واقع اطلاع رسانی میشه و گفته میشه که بچه‌ها میتونن اپلای کنن توی این صفحه هست. خب حالا چجوری بشناسیمش؟ من فکر میکنم بد نیست اشاره به این قسمت، یعنی این حاشیه سمت چپ بکنم، فیلترهایی که داره، اسم رشته یا اون فیلدی که قرار هست کار کنی، اون گرایشت رو اینجا وارد میکنی. اینکه کدوم کانتری ها میخوای فاینالی مقصدت باشه وقتی باز کنی میبینی مثلا 65 تا کشور هست: فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، بلژیک، هلند، سوئد، تقریبا که نه دیگه، همه دانشگاه همه کشورهای اتحادیه اروپا اینجا هست، به علاوه یه سری کشورهای حتی اضافه مثل ایندیا. و از اون طرف بحث این که طول دوره چقدر باشه که میشه انتخاب کرد که 12 ماهه باشه، 18 ماهه، 24 ماهه باشه. بس من یکی بگم اینا رو که درستش در واقع چیه. ببین نه ترجیح میدم کامل اول بگم. و یونیورسیتی هم که همه دانشگاه هایی که مشارکت دارن توی این برنامه رو اینجا معرفی کرده. توی تمام کشورها دانشگاه هایی که هستن میشه اینجا هست. و اگر احتمالاً توی کاندیدا علاقه داشته باشی که روی دانشگاه خاصی فقط فوکس کنی، میتونی اینجا اسمش رو انتخاب کنی. فیلد آف استادی هم اون حوزه کلی تحقیقاتی رو مشخص میکنه، مثلا اگریکالچر هست، آرت هست، کمیستری و ایژوکیشن یا بحثای دیگه که تا اندازه میتونی انتخاب کنی که اصلا کلا فیلد شما چی هست. و سال پروژه هم، حالا اینکه چون پروژه ها پروگرام های صرفاً 2 ساله نیستن، اینا پروگرام هایی هستن که ممکنه گاهن چند سال طول بکشن. به همین خاطر سال شروعش رو میگه مثلا این پروگرام X مثلا از تاریخ چه میدونم مثلا 2017 شروع شده و تا 2027 مثلا ادامه داره. اما نکته که میخوام بگم اینه، من پیشنهاد میکنم برای اینکه بهترین جواب رو بگیری با هیچ کدوم از اینا کاری نشته باشی. یعنی همین حالت بذار بمونه، نه کشورتو فعلا انتخاب کن، نه دیوریشن رو، نه یونیورسیتیز رو، بلکه فقط کیورد رو بذار. خب اینجا رو اینو داشته باش تا اینجا. این سمت هم نگاه کن، اینا در واقع همون پروگرامایی که داریم صحبت میکنیم. یعنی الان در حال حاضر کاتالوگمون 232 تا پروگرام توش هست که توی هر صفحه 20 تاش معرفی شده. بچه‌هایی که حرفه‌ای اپلای میکنن خب یعنی متمرکزن دقیقاً روی اراسموس موندوس، راستش رو بگم حوصله میکنن شاید تقریبا همه ای پروگرام ها رو میبینن. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار پروگرام ها مالتی دیسیپلینری، ساختارشون یه حالت بین رشته‌ای داره و خیلی وقتا تو مثلا یه رشته خوندی، مثلا کمیستری خوندی، میگی خب والا من کمیستری خوندم چه ربطی داره که بخوام برم مثلا گرایش‌های دیگر رو نگاه کنم. ولی میای میبینی مثلا گرایشی که توی بحث‌های انوایرمنتال هست یا گرایشی که تو بحث‌های مربوط به علوم پایه هست، بیولوژی هست، میبینی یه جور میکسه. و وقتی توصیف و توضیح پروگرام و پروژه رو میخونی میگی که چه جالب، مثلا بر اساس ریکوایرمنت هایی که میخواد، اون کوالیفیکیشن هایی که میخواد، میگه به من میخوره. یعنی سوابق من، رزومه من، سی وی من و مهارت ها و اسکیل هایی که بلدم انگاری با این پروگرام مچه. و اینه که مهمه، اتفاقا اینه که مهم. حالا بذار یه نمونه رو ببینیم با هم دیگه. یه چیزی رو قبلش بگم، نورمالی چند تا اپلای میشه کرد؟ نورمالی بچه ها بین 3 تا 5 تا پروگرام رو اپلای میکنن، هزینه نداره، یعنی شما اپ فی پرداخت نمیکنی، دستت بازه. ولی واقعا بیشتر از 5 تا منطقی نیست و یکی دو تا هم شاید منطقی به نظرم نباشه. بهتره که یه خورده فرصتاتو بیشتر کنی. ولی خب برای هر کدوم از پروگرام ها اون وقت مجبور هستی که وقتی اپلای میکنی با دقت بخونی اطلاعاتش رو و ریکوایرمنتاش رو آماده کنی. یعنی هر پروگرام به نظر من حداقل یه هفته زمان میخواد آدم براش بذاره. ولی حالا بیا برای شروع یه کیورد وارد کنیم، مثلا یه چیز خیلی کلی بذار بگم، لایف ساینس.
لایف ساینس خب چون شما رشته مختلفی میشد من تجهیز زمین انتخاب کنم، ولی خب چیزای مختلفی شما هر کیوردی خودت داری انتخاب کن. وقتی من لایف ساینسز رو زدم برام 21 نتیجه آورد، یعنی عملاً 21 پروگرام هست که در حوزه لایف ساینسز، علوم پایه، میتونه مرتبط باشه. بیایم این اولیش رو انتخاب کنیم بریم ببینیم چه خبر. European Master in Biological and Chemistry and Chemical Engineering for Sustainable Bioeconomy. خب کجاییم الان؟ ما وقتی روی پروگرام زدیم چه اتفاقی افتاد؟ انگاری ما از سایت اراسموس خارج شدیم، وارد یه سایت دیگه شدیم، سایتی که با بایوسپ شناخته میشه، European Master in Biological and Chemical. حالا داستان چیه؟ بذار داستانش رو بگم. ببین تمام این پروگرام ها عملا سایت خاص خودشون رو دارن، اطلاعات خاص خودشون رو دارن، چون همونجوری که گفتیم پروگرام ها مستقل از همدیگه است. خب وقتی روی یه پروگرام میزنی، میای داخل، وارد سایتش میشی، چه آپشنایی مهم میشه که باید بشناسیشون، مطالعهشون کنی؟ خب در درجه اول باید بدونی اصلا اون کنسرسیوم، اون مجموعه‌ای که اون دانشگاهایی که به هم وصل شدن و یه پروژه‌ای رو ساختن، بعد که میای به اینجا و حالا میخوای پروژه رو بشناسی، پروژه‌ای که در واقع یه مستر اروپایی هست در حوزه بیولوژی، در حوزه مهندسی بیولوژی و شیمی با تمرکز بر بحث اقتصاد زیستی پایدار. خب شاید بهتر از همین باشه که اول بدونیم این بایوسپ اصلا چی هست. What is بایوسپ رو باید نگاه بکنی، بعد کنسرسیوم رو پیدا بکنی. ببینید کنسرسیوم هم یه چیزی بگم، کنسرسیوم منظورمون اون دانشگاه هایی هستند که دارن پارتنر هستند و مشارکت میکنن توی این پروژه. من خودم معمولا میخوام سریع بفهمم چی به چیه، میام پایین رو نگاه میکنم. معمولا پایین یا روی نقشه یا این پایین عملا دانشگاه ها رو گفته. چرا این موضوع اهمیت داره؟ به این خاطر که خب شما قرار تو این دانشگاه تحصیل کنی، یعنی دوره مسترت حداقل توی 3 تا از این دانشگاه ها و 3 تا از این کشورها خواهد بود. این پروژه‌ای که الان داریم با هم صحبتشون میکنیم، یه سرش توی آلتو فنلانده، یه سرش توی فرانسه است، در واقع اگرو پاریس تکه، و یه سرش توی بلژیک هست، لیگه دی لیگه، یکی از دانشگاه معروف بلژیکه، و باز یه سرش توی استونیه. میدونید چی میگم؟ یعنی شما یه جوری همون اول دستت میاد که سفر مستر توی اروپا قراره به میانجی کدوم کشورها اتفاق بیفته. حالا یه خورده از پروگرام میخوایم بدونیم. داستان پروگرامه چیه؟ توضیحات کورس رو اینجا داده که اساسا اینا دارن تو این کورس چه میکنن. نگاه کن اینجا، اگه دقت بکنید توضیح میده که هر کورس چه برنامه‌ای داره، چه سیلابس درسی داره و توی هر مستر، توی هر سمستری توی کدوم دانشگاه برگزار میشه. اگه دقت کنید سمستر اولش که یه سری حالا داره میگه که یه سری دانش علمی مالتی دیسیپلینری رو در واقع برای شما فراهم میکنه، و سمستر 2 هست که در واقع اون هم باز به همون ترتیب داره دانش فنی شما و دانش تجربه علمی شما رو باز بهتر میکنه. کراس کاتینگ اپروچز هست خیلی. و کجا برگزار میشه؟ مثلا این تو فرانسه است، اگرو پاریس تک دیگه. و همچنین پایینتر ترم سوم خب شما میری دانشگاه یولیگه که توی بلژیک هست، و البته بخشش هم توی آلتو اتفاق میفته. و در نهایت هم توی ترم 4 توضیح میده که داستان به چه صورته. اینجا راحت تر شاید بشه دید که اینتروداکشن چیه، اساسا از کجا شروع میشه اون دانشگاهی که میزبان هست یا مسئول اصلی هست. در واقع اینجا دانشگاه اگرو ساینسز هست که مال فرانسه است. پس در واقع این مستر از فرانسه شروع میشه، بعد یه سرش توی استونیا است و یه سرش هم توی باز دوباره فرانسه. همچنین بلژیک و خدمت شما بگم که آلتو فنلاند. در نهایت فکر میکنم فنلاند فاینالش هست. حالا توضیحات و جزئیاتش رو همونجوری که میبینی، ترک ها رو شما اینجا میتونی ببینی که دارن روی چی کار میکنن. من خود سریعتر جلو برم. اینجا مگه دقت کنی میتونی جزء به جزء برنامه رو اینجا ببینی. فرست ایر چیه، سکند ایر چیه، تیسس مثلا چه سرفصلای چه موضوعاتی باید باشه. خیلی به نظرم مهمه که اینا رو به دقت مطالعه کنی. حالا بریم سراغ اپلیکیشن. یعنی که خیلی خوب، حالا من فهمیدم این برنامه چیه و این برنامه رو میخوام اپلای کنم، چی کار باید بکنم؟ بریم اپلیکیشن پروسیجر رو ببینیم. بریم داخل پورتال ببینیم شرایط به چه صورت هست. اطلاعات اولیه که اینجا هست که به ما میگه که خب اپلیکیشن برای اپلیکیشن خود پروگرام از 2026 تا 2028 تعریف شده و الان هم باز هست
و اینکه در واقع ددلاینش اواخر ژانویه خواهد بود و حالا بریم داخل پورتال ببینیم که به چه صورت باید کار انجام بدیم. یه مرحله قبل از این داره که وقتی شما میرید اولش همین صفحه میاد ولی نیاز به یه رجیستر کردن داره که به همون حالت معمول و نرمالیه که هممون میشناسیم، یعنی یه نام کاربری با ایمیلت میسازی، یه رمز عبور میسازی و اسمتو میدی و بعد از اون حالا میری و در واقع رجیستریشن رو انجام میدی و بعد لاگین میکنی. این لاگین رو چون من قبلا انجام دادم به همین خاطر عملا مستقیما وارد سایت شدم، ولی وقتی وارد میشم و اینجا دیگه به عنوان یه اپلیکنت شناخته میشم و این پروفایلم هست، با توجه که از همون مسیر اومدم بنابراین بایوستپ رو واسه من اینجا میاره به عنوان اپلیکنت این، ولی خب 0%، یعنی من هنوز هیچ کاری نکردم. تازه میخوایم واردش بشیم، روش کلیک بکنیم ببینیم که شرایط به چه صورته. اینجا پورتالی هست که ما داخلش باید شروع کنیم و اطلاعات اپلیکیشن و یا درخواستمون رو برای بورسیه بایوستپ یا اصلا پروگرام بایوستپ بدیم. بخش اول مثل همه اپلیکیشن های دانشگاهی پرسونال اینفورمیشنه، یعنی اطلاعات شخصیت رو اینجا میدی. خب مشخص میکنه آقا یا خانم هستی، اسم و اطلاعات فردیت رو میدی، تاریخ تولد، محل تولد، نشنالیتی و چیزهای اینطوری رو به نظرم خیلی راحت و بدون دغدغه اینجا وارد بکن، کامل و درست باشه. نکته خاصی به نظرم نداره. بریم رو مرحله بعدی، یعنی بحث بک‌گراند آکادمیک و دانشگاهی شما، یعنی که تحصیلاتت حالا چی بوده. که خب اینجا به نظرم نکته که میتونه مهم باشه اینه که انتظار میره توی این رشته خاص، توی این برنامه خاص یعنی بایوستپ، کسانی اپلای بکنن که حالا یک بچلر داشته باشن، بچلر یعنی BSc باشه، در حوزه علوم باشه و معادل 180 ECTS رو پاس کرده باشن، که من اینو قبلا اشاره کردم، فکر میکنم شاید یادت باشه که این مقدار واحدی که اینجا در نظر گرفته شده رو شما خیالت میتونه راحت باشه که توی ایران به عنوان یه دوره کارشناسی 4 ساله این واحدا رو پاس کردی، یعنی خیلی بیشتر از 180 ECT شما گذروندی. توی حوزه انجینیرینگ و البته بک‌گراندی که باید حتما قوی و جدی باشه توی یکی از شاخه‌های مرتبط با بیولوژی مثل بایوتکنولوژی، بایوکمیستری، میکروبیولوژی یا بحث‌های مربوط به بایوفیزیک و اینجور چیزها. این الزامات این پروگرام هست، یعنی کسی که میخواد یه همچین پروگرام یعنی بایوستپ رو اپلای بکنه باید یه همچین بک‌گراندی داشته باشه. البته شما بک‌گراندهای تکمیلی میتونی توی کمیستری، توی فیزیک و توی بحث‌های مرتبط با محیط زیست و انوایرمنتال ساینسز داشته باشی که اینا خودش بسیار بسیار موثره. یاد هست که گفتم اینها در واقع رشته‌هایی هستن، پروگرام‌هایی هستن بین رشته‌ای، پس همیشه مهمه که از چند شاخه مختلف بچه‌ها واردشون میشن. خب مدرکت رو یعنی بچلرت رو اینجا مشخص میکنی که آیا گرفتی یا این که مثلا هنوز در حال گرفتنی، مثلا سال آخری به عنوان مثال. خب بعدش مشخص میکنی چه سالی گرفتی یا چه سالی احتمالاً خواهی گرفت. اسم رشته رو وارد میکنی، فیلد آف استادی رو، و در واقع خدمت شما بگم که دانشگاهت رو مشخص میکنی، شهر رو، کشور رو، مواردی که به نظرم میاد دیگه مهمه. از اون طرف تاریخ شروع و پایان هست و فکر میکنم دیپلم رو هم باید های اسکول دیپلم رو هم باید باز وارد بکنی اینجا. پس 2 تا مدرک مینیمم شما باید اینجا وارد بکنی. بریم تو بخش بعدی که از ما میخواد. این شاید یه توضیح کوچولو بدم بد نباشه. ببین اینجا work and training experience میخواد، یعنی خیلی جالبه که پروگرام های اراسموس موندوس به شدت علاقه‌مندن بچه هایی رو جذب کنن که یه مقداری صرفاً تئوریتیکال نبوده باشن، بلکه حالا یه دوره های ترینینگ رفته باشن، ورکشاپی رفته باشن یا پروژه هایی رو کار کرده باشن، پارت تایم حتی، و یا اینترنشیپ هایی رو گذرانده باشن، کارآموزی هایی
فایر گذرانده باشن. این جور فعالیت های رو اگر داشتی با جزئیات اینجا گزارش بده. شروعش کی بوده، پایانش کی بوده، کارفرما کی بوده، در کجا کدوم شهر بوده، موقعیت چی بوده. حالا چند تا مورد رو میتونی اینجا بذاری و البته گزینه‌های کنفرانسی هم اگر داشتی جا داره که اینجا بهشون اشاره بکنی و پرکتیکال ترینینگ هات رو هم باز، یعنی اگر مثلا مخصوصا فعالیت‌ها توی لب، توی این شاخه مهمه دیگه، حوزه‌های زیر مجموعه بیولوژی اینجا بذارشون. حالا جلوتر داکیومنت ها و سرتیفیکیت ها و هر مستندی که ولید باشه و در واقع اعتبار بده به ادعای شما توی این بخش جلوتر جا داره واسه آپلود کردن. بریم بخش بعدی، لنگویج، موضوع مورد علاقه بچهای ایرانی که خب اینجا باید دیگه آیلتس یا تافلت رو اعلام بکنی که داری. مادر تانگ که خب زبان مادریت رو مشخص میکنی، احتمالاً شاید فارسی باشه. و در مورد انگلیسی هم که خب مشخصاً گفته که حالا توی این برنامه انتظار میره که شما اسکور مینیمم 6.5 رو داشته باشی و خوشحال باش از این که جالبه که میگه 6 برای رایتینگ از نظرشون کافیه. احتمالاً میدونن که همه بچه‌ها سر رایتینگ گیر دارن. و در مورد تافل هم باز به همین ترتیب مینیمم 92 اوورال براشون کافیه، 22 تو رایتینگ اوکیه. و حالا گزینه‌های دیگه که اینجا هست، پیرسون هست و کمبریج هست، چیزای دیگه. پس اینجا مشخص میکنی مدرکت رو، تاریخ تست رو اینجا حتما بذار و تست اسکور رو مشخص کن. باز چه گزینه‌ای ما داریم توی این پورتال؟ بریم روی خود پروگرام. اینجا احتمالاً نکات مهمی باید باشه. ببین خب اینو داره توضیح میده که این پروگرام از چه بخشایی تشکیل شده و در این حال نکته مهمش و توضیح میدین. حتی قبلا تصویرش رو دیدی دیگه، اشاره کرده بودم که کجاها برگزار میشه، در هر ترمش قراره چه واحدهای درسی باشه، در کدوم دانشگاه، در کدوم کشورها انجام میشه و ارائه میشه، اصطلاحاً دلیور میشه. و یه نکته‌ای که هست اینه که دقت کن که اینا ترکینگ داره، یعنی این پروژه به عنوان یه پروژه بزرگ و چند ملیتی که در واقع روی چند حوزه تحقیقاتی داره کار میکنه، حداقل 5 تا ترک براش تعریف شده. بای پروداکتس هست، گرین کمیستری هست، بایوماس هست، یا از اون طرف مثلا متریالز، پلیمر. ببین چیزی که هست اینه که قرار نیست یه اپلیکنت توی همه این ترکینگا ماهر باشه. اصلا داستان اینطوری نیست. یعنی تو نباید بگی که خب این هم بای پروداکت میخواد، هم مثلا فرضاً ولیو چین اسسمنت میخواد، بعد متریال، پلیمر. نه، تو اون چیزی که فکر میکنی توی این ترک ها برای تو اولویته و تو توی این حوزه یه مقدار فیتی بر اساس رشته‌ای که خوندی توی لیسانس، اینجا اشاره کن که فرست چویس چیه، یعنی انتخاب اولت کدومه که از این ترک ها هست. و این مهمه که اینا بدونن که شما کاملا میشناسی هم خودت رو، هم حالا جلوتر توضیح میدم که اینجا باید توضیح بدی که در واقع چطور میخوای انتظارات پروژه رو برآورده کنی. یعنی باید یه چند خطی بنویسی که چرا انتخابت این بوده، مثلا فرضاً URCA بوده که ترک 1 محسوب میشه و چطور بک‌گراند تو فیت با این موضوع. اگه یادت باشه توی چند دقیقه قبل اشاره کرده بودم که شما لازم هست حتما جزئیات برنامه رو مطالعه کنی، اینجاست که به درد میخوره. و حالا انتخاب اولت کدوم بوده؟ چیزی شبیه به انتخاب رشته کنکور خودمون. اگه یادتون باشه تو کنکور هم ما مجاز هستیم یه تعداد رشته رو اولویت بندی شده انتخاب کنیم. سکند چویس تو مشخص میکنی، کانتریت رو مشخص میکنی و حتی تعیین میکنی که در واقع در زمان اپلای قراره که کدوم کشور در واقع کشور باشه، کشور مقیمش باشی. حالا این اطلاعاتیه که میخوان خودشون بدونن که حالا از کجا شما باید پروگرام رو شناختی. فکر نمی‌کنم خیلی مهم باشه. بریم بخش فاینانشال سیچویشن. اینم شاید اطلاع ازش فکر می‌کنم برای شما جالب باشه، یعنی باید بدونید در واقع این مسائل رو. خب اول از همه که میپرسه وضعیت شما به چه ترتیبه، که آیا در حال حاضر استادینگ هستی، ورکینگ هستی، یا داری اینترنشیپ انجام میدید، جستجوی کاری. چرا اینو میپرسه؟ من قبل از اینکه پایین‌تر برم باید یه توضیحی بدم خیلی سریع. ببین من گفتم که پروگرام های اراسموس موندوس در واقع بیسیکلی هیچ کدومشون اینطوری نیستش که فولی فاندد از ابتدا تا انتها باشن برای همه.
ببین در اصل اینا پروگرام هایی هستن که شما باید شهریه پرداخت کنید و شهریه‌اش هم واقعا کم نیست. ببین باعث پارتیسیپیشن کاستش کاست داره، هزینه داره. هر ترمش 9000 یوروه، یعنی هر ترم در واقع هر سال تحصیلی، یعنی یه مستر 2 ساله 18000 یورو هزینهش میشه. خب تو اون وقت میگی که پس این داستان اسکالرشیپ چیه که میگن فول فانده؟ بله، فرض کن 30 نفر برای این پروگرام اگر انتخاب بکنن، 15 نفرشون سلف فاند پذیرش میشن، 15 نفرشون همراه با اسکالرشیپ. خب اینجا جاییه که بچه هایی که به نحوی سلف فاند میتونن از پسش بر بیان باید توضیح بدن که مثلا حالا شرایطشون به چه صورته. ولی شمایی که قاعدتاً میخوای حتما فولی فاندد باشه، البته که رزومت هم طبیعتاً به همون نسبت رقابتش باید بالاتر باشه دیگه، اینجا باید مشخص کنی که شما اصلا تصمیم نداری برای سلف فاند اپلای کنی. اگر به هر دلیلی حالا فکر کردی که میارزه، این پروگرام ارزش داره که اگرم 1% نشد که فاند بگیری ازش، بازم 9000 تا یا حالا 18000 تا رو پرداخت بکنی، در اون صورت باید اینجا توضیح بدی که مثلا اگر نشد که اسکالرشیپ رو بگیری، چطور قرار هست که هزینه ها رو تامین کنی؟ آیا میخوای وامی داشته باشی، یک اکسترنال اسکالرشیپی شخصا داری یا از جای دیگه از کشور دیگه میخوای بیاری، یا مثلا شاید یه سیوینگ شخصی داشته باشی بخوای. ببین اینو شاید برای تو خیلی کر نکنه آقا مثلا چی یعنی چی، من این پولا رو ندارم بدم، ولی توجه بکن که این یه پروژه بین المللیه. خیلی‌ها هستن دانشجویان عرب، دانشجویان افریقایی، دانشجویان امریکایی لاتین، دانشجویان امریکایی، مسئله هزینه براشون مطرح نیست، بلکه مسئله اصلیشون اینه که بتونن سرتیفیکیت اراسموس رو بگیرن، چون آینده کاری فوق‌العاده‌ای براشون داره و اون دوره فوق‌العاده‌ای از نظر دانش و تجربه‌ای که به دست میارن. بنابراین خیلی پذیرش میگیرن، سلف فاند هم هست، اوکی هم هستن باش. حالا بریم جلوتر. اسکالرشیپ، حالا فرض میکنیم که نه، تو کاملا 100% میخوای که اسکالرشیپ داشته باشی. خب اینجا توضیح میدی که اوکی اسکالرشیپ شرایطش چجوریه، ماهانه 1400 تا در نظر میگیرن. حالا اینو باید بخونی، من نمیخوام خیلی وقت بذارم. 24 ماه هست، یعنی برای 24 ماه شما سکیور میکنی که 1400 تا ماهانه داشته باشه. یه سری هزینه‌های تکمیلی هم البته در نظر میگیرن برای پروازت، برای بیمت، برای اقامت‌های روزهای اولت و چیزهای دیگه، ولی در کل مجموعاً اون بخشی که استایپند هست، یعنی هزینه ماهانه شما 33600 تا برای 24 ماه هست. و خب طبیعتا شما اینجا حتما باید گزینه یس رو بزنی که میخوای برای اسکالرشیپ EMJA یا همون اسکالرشیپ اراسموس اقدام بکنی، نشنالیتی تو مشخص میکنی و باقی داستان ها. این تیکر اینجا دیدم بگم میدقیقه، این چیز مهمی نیست برای بچه هایی که ممکنه یه معلولیت خاصی داشته باشن، یک مشکل فیزیکال داشته باشن. اینها نیاز شاید داشته باشن به این که همراه داشته باشن یا یه سری تجهیزات لازم داشته باشن برای درس خوندنشون، از نظر میگم مشکل فیزیکی باید داشته باشه. در اون صورت خب باید اینو یس بزنی، توضیح بدی، ولی خب مستندات پزشکی هم باید حتما مشخص کنی که اول چه نوع سرویسی لازم داری به ازای چه مشکلاتی که هست. اینم هست، حالا گفتنش بد نیست، که اگر هر نوع چالش، مشکل و سیچویشن، مسئله خاص سیاسی، سوشال، اقتصادی یا بذار اینطوری بگم جنسیتی یا مثلا قومیتی داری تو کشور خودت، میتونی این رو همینجا بذاری و توضیح بدی. البته ساپورتینگ داکیومنت میخواد قاعدتا، ولی ترجیحاً شاید بد نباشه این نو بذاری و رد بشی. و گزینه بعدی ریفرنسز هست که بحث همون این هست که خب شما حالا کیا قراره به شما نامه توصیه نامه در واقع بدن، که اینجا خب اطلاعات اون استادت رو وارد میکنی، اسمش رو، جایگاه آکادمیکش رو، اسم دانشگاهش رو، ایمیلش رو، و این که وقتی که حالا چیز کردی قبلش البته لازمه با اساتیدت حالا حواست باشه یه هماهنگی کرده باشی. بعد روی این دکمه مشکی که بزنی در واقع درخواست تو از طرف اراسموس به ایمیل اساتیدت ارسال میشه که مثلا این دانشجو شما رو به عنوان ریکامندر معرفی کرده، اگر ریکام دارید بفرست. خب اینم که میشه داکیومنت شما. این همون بخش پایانی و فاینال هست که شما حالا اون تمام این مواردی که ما اینجا اشاره کردیم توی این سمت راست تک به تک صفحات رو، شما اینجا دیگه مدارکش رو، گواهینامه‌اش رو، سرتیفیکیتش رو، تصویرش رو در قالب PDF یا حالا داکیومنت های دیگه باید وارد بکنیم. مثلا یه کپی از دیگری خودت رو،
از پاسپورتت رو، سیویت رو، موتیویشن لتر رو، ترانسکریپت ها و ریزنمرات رو، مدرک انگلیسی رو، تمام مواردی که لازم هست که در واقع به عنوان مدارک مورد نیاز هست، کم هم نیست. یعنی شما جا داری برای اینکه برای هر موضوعی، حتی اگر ریفرنس لترت به شکل نامه‌ای و آماده باشه، میتونی اینجا آپلود بکنی و هر نوع ساپورتینگ داکیومنتی برای اون مورد سیاسی اقتصادی یا برای اون موضوع اسپیشال نید یا همون نیازهای پزشکی و باز دوباره داکیومنتاشو باید اینجا وارد بکنی. این هم بخش آخر هست که شما همه مدارک مورد نیاز رو وارد میکنی و نهایتا send my application فایل رو میزنی که وقتی که میزنی دقت هم کردی که ما هیچ در واقع اپلیکیشن فی اینجا ندیدیم که به عنوان گزینه مثلا شماره 10، چون معمولا تو اپلیکیشن ها اینطوریه دیگه، که شما به عنوان گزینه آخر باید اپلیکیشن فی رو بری تو درگاه پرداختشون پرداخت بکنی که خب اینو ندارن، یعنی اپلیکیشن فی اینجا عملا آلردی ویو شده است. شما دیگه سند مای اپلیکیشن رو میزنی، بعد از اینکه میزنی یه ایمیلی برای شما از طرف اراسموس میاد که ما دریافت کردیم اپلیکیشن شما رو، در واقع ریسیو شد و مثلا حالا در فلان تاریخ ارزیابی میشه و به شما اطلاعات تکمیلی داده میشه. خب البته توی همین پورتال هم البته که الان پروفایلت هست عملا شما میتونی ترک کنی و ببینی که حالا شرایط اپلیکیشنت به کجا رسیده، تو کدوم مرحله قرار داره و فاینالی چه تصمیمی براش گرفته شده. حالا این مواردی بود که فکر کردم با شما در میون بذارم، امیدوارم به درت خورده باشه و بتونی ازش استفاده کنی. روز شب بر شما خوش.